بسم الله الرحمن الرحیم. دیگر از دستور کلی که به فقرا داده شده که امیدواریم دقت کرده و عمل نماییم. بسم الله الذی یمن علیکم علینا ان هدانا للایمان. این نعمتی که خداوند مرحمت کرده آنقدر مهم است که در اعطای آن بر ما منت گذاشته. نعمت ایمان و نعمت دلبستگی و همبستگی با مؤمنین را با ناسپاسی ضایع نکنید. خداوند به شیطان و لشکریان او تا روز قیامت مجال داده است که به فرزندان آدم از 6 جهت حمله و آنها را شکار کند و این شکارچی بهترین شکارها را تعقیب می کند، چون خداوند امنیت جز به معصومین عطا نفرموده است. هرچه بنده مقربتر باشد شکار او برایش لذیذتر خواهد. المخلصون فی خطر عظیم، خصوصا در این دوران که شروع انواع مفاسد اخلاقی، بلای اعتیاد، انحرافات اجتماعی فضای بشریت را مسموم نموده، مسئولیت بسیار خطیر و حساس بر عالم فقر وارد است که همگی در حد توان و درجه خود باید نمونه و الگوی صلاح بوده و معلم عملی اخلاق باشد. پس در این دوران که نعمات مذکور و همچنین آرامش و ایمان مؤمنین از جهات مختلف مورد حمله دشمنان انس و جن قرار گرفته است، شایسته است مؤمنین ناملایمات که ظاهراً از دوست میرسد تحمل کنند و تخلق به اخلاق الهی، ستاریت، بخشش، احسان و غیره را به ویژه در این امور به کار برند. یک، احترام مشایخ و بزرگان را رعایت کنند و هیچ عملی که استشمام توهین شود ولو ظاهراً در مقام دفاع از خود باشد به جا نیاورند. دوم، مسلماً مشایخ نیز رعایت برادران خود را محفوظ داشته و همچون برادر بزرگتر مراقبت نموده که از خطای آنها اغماض نموده و در خلوت آنان را هدایت کند. سوم، به مصداق رئیس القوم خادمها در خدمت به اخوان و تواضع نسبت به آنان بکوشند و از آن غفلت نکنند و توجه داشته باشند که همواره کتباً و شفاهاً توصیه شده و حتی در فرمانهای آقایون مشایخ و مجازین این توصیه تکرار شده که خدمت محوله به آنان باید بر تواضعشان بیفزاید. 4، داستان قشون اسامه که در صدر اسلام به یاد آورده از آن عبرتها بگیرند. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارند قبلا مستقیم به نظر برسانند، از اذاعه آن امتناع.
تا احیانا مشغول اشتباه در استنباط نگردد. بعد از اتخاذ تصمیم به آن تصمیم احترام گذارده ولو تصمیم به نظر آنان نادرست باشد، زیرا در این مورد ضرر اضاعه و عدم تمکین برای عالم فقر از ضرر تصمیم احیانا نادرست بیشتر است. پنجم، همانطور که مجتهد باید وارد به اوضاع جهان که همواره در معرض تغییر است باشد و در اعمال نه عقاید باید استدلال او را پذیرفت و تقلید نمود، ولو اینکه نظر مخالف با نظر قدما ابراز کند. در طریقت نیز همین قاعده مراعات می‌گردد. در قلمرو شریعت و اعمال از مجتهد تقلید و در قلمرو طریقت از پیر طریقت باید پیروی کرد. در قلمرو اموری که به عقل شخصی و شرعی واگذار شده، عقاید مختلف در صورتی که با حسن نیت و خلوص اتخاذ شده باشد مضر نیست، بلکه تضارب آنها و فکر هر دو را تعالی می‌دهد. ششم، گله‌مندی و انتقاد شخصی بین مؤمنین را حتی المقدور باید مورد عفو قرار داد و احیانا در خفا و مستقیما به طرف تذکر داد. اضاعه آن موجب دسته‌بندی می شود و چنین امری مانند موریانه است که عصای حضرت سلیمان را سست کرد. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. این دستور عملها هم به یکی داده شده. در مجالس فقری بجز توجه به خداوند و استماع مطالب کتب خوانده شده هیچ گونه گفتگوی دنیایی نباید انجام شود. پس از اتمام مجالس فقری لازم است کلیه فقرا حرکت نموده و هیچ گونه مجلس دیگری نباید در محل به وجود آید. همانطور که قبلا هم گفته شد هر کجا مجلس فقری تشکیل کرده مدت جلسه صاحب مجلس بزرگ وقت بوده و صاحب خانه جز خدمت به فقرا سنت دیگری ندارد. هر گونه اجتماع فقرا به اعتبار استمرار معنوی فقر از دید دیگران به عنوان فقر تلقی می شود. لذا چنین اجتماعاتی برای گفتگوی کارهای صرفاً دنیوی نباید صورت بگیرد. سخنرانی و پاسخ به سوالات فقری فقط برای افرادی که از طرف بزرگ وقت اجازه دارند میسر است و دیگران حق گفتگو در این باره را ندارند. انشاءالله که ما همه دقت کنیم این دستورات رو مورد نظر قرار بدیم و عمل کنیم.